السلام علیکم داملای عزیز. من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها دا میشکن، چهره هاشون دا میشکن، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است؟ یعنی جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، تا برای اون که شهوتی مثال مرد شاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشد. در جای کسمتیکا احترام شوهر را به جا بیارد. در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگه خانه که مان با یک چهره خندان، با یک طبقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرد. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا میشه. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست. چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره‌های همونها دیگرگون است. چهره‌های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره‌ها را به آب طهارت نورانی کنید. چهره‌ها را به نمازهای شب نورانی کنید. پیشانی را در زمین بمان در شب در ساعت 3 و 4 خیز. و سوی خدای خودت زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن میشود که تمام این کسمتیکاهای دنیایی همه چی هستند عاجز هستند.